الکی در دو ایستگاه مترو شهر مسکو لیسپارک و پروکشنا که مهاجران اساساً از همین جو برای تهیه اجرت‌هایشان به مرکز مهاجران سخاروه میروند، اعلان‌ها و راهنماها در برابر زبان روسی به زبان‌های تاجیکی و ازبکی هم پیدا شدند و مأموریت مترو مسکو بار اول اعلان کرد که در ایستگاه لیسپارک نفری را همچون ناظر خزینه‌دار به کار میگیرند که زبان تاجیکی و ازبکی را بداند. همین طور مرکز سخاروه هم اعلان‌هایش را در شبکه‌های اجتماعی اکنون در برابر روسی به زبان‌های تاجیکی و ازبکی نشر می‌کند. یکی از خوانندگان پایگاه خبری بامداد که در مسکو در مهاجرت کاری قرار دارد با ارسال یک عکس خبر داد که برای درست کردن اجرت‌هایش به مرکز سخاروه می‌رفت. در راه دید که در ایستگاه مترو پروکشنا هم اعلان‌ها و راهنماها را در برابر زبان روسی به زبان تاجیکی و ازبکی هم نصب کردند. قبلا چنین اعلان و راهنماها را در ایستگاه لیسپارک در برابر روسی به تاجیکی و ازبکی نیز نصب کرده بودند. مهاجران اساساً از همین دو ایستگاه لیسپارک و پروکشنا برای گرفتن پتنت و تمدید حجت‌های خود به مرکز مهاجران سخاروه می‌روند. این بزرگترین مرکز تهیه اسناد برای زندگی و کار و فعالیت مهاجران کاری در شهر مسکو میباشد و طور در آخرین اعلان آن از مهاجران دعوت شده است از 1 نوامبر سال 2021 برای به رسمیت ضروری پتنت که به شما حقوق فعالیت مهنتی را در حدود ولایت مسکو می‌دهد به مرکز بسیار ساحوی مهاجرت مرکزی سخاروه مراجعت نمایید. مرکز سخاروه این اعلان را در صفحه‌اش در شبکه‌های اجتماعی نه فقط به روسی بلکه به زبان‌های تاجیکی و ازبکی هم نشر کرده است. مأموریت متروپولیتن مسکو بازم فراتر رفته روز 20 اکتبر در سامانه جستجوی کار اعلان درباره استخدام ناظر خزینه‌دار برای ایستگاه لیسپارک نشر کرد. در اعلان گفته می شود که معاش خزینه‌دار 39,000 روبل یا چیزی بیشتر از $500 بوده. از داوطلب تجربه کار طلب کردن نمی شود، اما آنچه که از داوطلبان خواسته شده است در برابر معلومات نه کمتر از مکتب میانه و تجربه کار با مبلغ‌ها این دانستن زبان‌های تاجیکی یا ازبکی است. در اعلان گفته شده است که داوطلبان باید تاجیکی یا ازبکی را در سطح A2 بدانند، یعنی راحت با یکی از زبان‌ها صحبت کرده توانند. جالب آن است که این اعلان الکی یک روز بعد به بایگان سپرده شد، چون که بنا به توضیحات سامانه جستجوی کار کارفرما با احتمال غالب الکی نامزد موافق را پیدا کرده است و دیگر برای این کار عریضه قبول نمی کند. قبلا چندین بانک و شرکت‌های موبیل و اینترنت رسان در شهرهای روسیه اساساً در مسکو برای جلب مشتری بیشتر از بین مهاجران اعلان خود را به زبان‌های برای مهاجران آشنا نشر می‌کردند و حتی کارمندی را به کار می‌گرفتند که به زبان‌های مردم مهاجر از جمله به تاجیکی و ازبکی بلد باشد. این نوآوری‌ها بیانگر آن است که زادگان تاجیکستان و ازبکستان به دیاسپوراهای بزرگترین در بین میلیون‌ها مهاجری که از کشورهای مختلف به پایتخت روسیه می‌آیند تبدیل یافتند. بنا به حساب‌ها هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان و از 4 تا 5 میلیون نفر از ساکنان ازبکستان برای تامین روزگار عائله‌های خود به مردکاری به روسیه می‌روند. شهر و ولایت مسکو یک سمت اساسی سفر مهاجران کاری از آسیای مرکزی به روسیه به شمار می‌رود.